تا به نام و یاد خدای مهربان. خدا را سپاسگزاریم که مردمان ما را آگاه، متحد و خیراندیش آفریده. امروز آمدیم در بند نیقول پیجلگه حیدرای داوود با دو تا برادر ما صحبت داریم. معلومات خیلی مختصر و کوتاه. بخشش باشه برادر، شما کوتاه معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بیننده های عزیز. غلام سخی یعقوبیم از جاغوری، از منطقه سیپی خدای داد. تشکر آقای که شما. سلام علیکم خدمت تمامی بینندگان محترم. محمد جواد علیزاده هستم از سپاهی خدای. بسیار عالی. آقای یعقوبی گفتین این بند دقیقاً بودجه انکشافی زیر شما معلومات دارین که پرداخت مونه توسط اسکی تمویل میشه؟ فعلا به نام برادران احسانی قرض می‌گذرده. دیگه ما اطلاع نداریم که باقی برادران خیری نم هست یا نه. سهم گرفتن آیا علیزاده در قسمت طول و عرض و ارتفاع زیبان کوتاه، خیلی کوتاه معلومات بدین؟ عرض از این بند کسته 52 متر. بسیار عالی. طولش پایینش 110 متر، بالاش 150 متر. 150 متر. خود طولی که تا منبع آبی رسه معلومات دارین چقدره؟ منبع آبی تا آخری که مثلا منبع 1200 متر. 1200 متر نه. تا هنوز معلومات دارین کدام بغیر آبهای بهاری، سیلاب، کدام آب دیگه هم اینجا پیدا شده هست یا دبال هستن؟ دبال آب هست؟ تا هنوز تصمیم ندارن که بیک شه یا مثلا اویش دیگه بخش از ما معلوم نیه. آب مثلا دبال اگر زامت بیک شه کدام کس باشه آب انشاءالله. چقدر به نظر شما چند فیصد کار زید تا هنوز تکمیل شد آقای علیزاده؟ حدوداً 45 فیصد 50 فیصد. تا 2 ماه 3 ماه دیگه انشالله با بهره برداری سپرده سپرده میشه. خب تشکر شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. سلامت باشید. زنده باشین. تشکر.